5 روز پیش 16مین چمپیونات قاره اروپا آغاز شده بود که به نخستین بار در تاریخ 60 سالگی خویش عین زمان در 11 شهر اروپا برگزار گردیده ایستاده است. این نخستین نشر روزنامه یورو 2020 است که از این بعد به طور همه‌روزه از رقابت‌های یورو برایتان میگوید. همین طریق چطور اشاره شد کلی بازی 24 دسته اشتراکچی یورو 2020 که با وجود پاندمی عالمگیر نه سال گذشته و بلکه همین تابستان جریان دارد به 6 گروه تقسیم شده. بازی‌های گروه A در ورزشگاه المپیکوی ریم و المپی باکو، رقابت‌های گروه B در سنت پترزبورگ و کپنهاگن، بازی‌های گروه C در ورزشگاه یوهان کرایف آرنا آمستردام، مرحله گروهی چهارگانه D در ومبلی لندن و همدن پارک شاتلندیا، مبارزه‌ها در گروه F در لاکارتوخه سویلیا و اخیراً بازی‌های گروه F در آرنا میونخن و ورزشگاه فرانس پوشکش کشور ونگریا ادامه دارند. مراسم گشوده شوی 16مین مسابقه قاره اروپا و نخستین بازی آن در ورزشگاه المپیکوی شهر ریم سنه 11 ایون بین منتخب‌های ایتالیا و ترکیه برگزار گردید که در همین رقابت دسته منچینی ناشکست در 24 بازی‌های قبلی بدون احساس یگان مشکل وارثان امپرای عثمانی را 3-0 سرکوفت. نخستین گل مسابقه باشد خود گل بازیگر یوونتوس مهدی دمیرال گردیده. یک گل دیگر حمله‌ور رکوردگذاری لاتزیو چیرو ایموبیله و نفر افتخارمند از ناپولی لارنسو اینسینی به نامشان اختصاص دادند. در بازی دیگری گروه A که سنه 12 ایون در ورزشگاه المپی شهر باکو شده گذشت، منتخب‌های ولز و شویتزاریا با نتیجه صلح‌آوری 1-1 از میدان بیرون شدند. در جدول گروهی باشد با همین چطور روشن بود ایتالیا صدرنشین شده، ترک‌ها از همه پایین قرار دارند. بازی دور نخستی گروه B بین دستهای دانیا و فنلاندیا که در ورزشگاه پارک شهر کپنهاگن سنه 12 ایون صورت گرفت، دانیا در مرحله انتخابی با اشغال زینه دوم به یورو رسیده بود. ماز در همین بازی رویدادی نهایت غم‌انگیز و غیر انتظار با نیم حمایتگر منتخب دانیا کریستیان اریکسن رخ داده بود. زمانی که این بازیگر وقتی قبول توپ به زمین افتاده دلش از کار مانده بود. خوشبختانه برای کل مخلصان فوتبالی و منتخب دانیا با کمک طبیبان در مسیر 10-12 دقیقه اریکسن به خود آورده شده تحت دستگیری‌های کل ورزشگاه فوراً به شفاخانه برده شد. خود بازی مذکور باشد با گل یگانه پاخیان پالای فینی در دقیقه 60 به انجام رسید. بازی دوم گروهی در شهر سنت پترزبورگ میان دستهای روسیه و بلژیک جریان گرفت که اینجا صدرنشین رده‌بندی جهانی فیفا روس‌ها را در زمینشان نفس‌کشی هم نماند و با زدن 3 گل به جواب تحت مؤلفه راملو لوکاکو و توماس میلیه مقام اول در گروه و پیروزی باوری بخش را برایش تامین ساخت. در گروه C باشد سنه 13 ایون در ورزشگاه آرنا ناسیونال کشور رومانیا منتخب‌های استریا و مکدونیای شمالی به میدان آمدند که اینجا نوسته به گل پرشرف گوران پاندوی 37 ساله استریاگیا با 3 گل از جانب لاینر، گریگوریچ و آرناوتوویچ صاحب 3 گل ارزشمند شدند. دومین بازی این گروه باشد سنه 14 ایون در ورزشگاه یوهان کرایف آرنا بین منتخب‌های اوکراین و نیدرلندها برگزار شد که یک صحنه خاطرمانی را از خود به میراث گذاشت. نیدرلندها تحت رهبری فرانک دبور در زمین خویش نوبسته از 2 گل تیزکار دچار مشکلی خاصه شده به زدن گل سومین خود مشرف شده. با نتیجه 3-2 تیم پرشرف شفچنکو را دچار شکست نمودند. باید اعلام نمود که منتخب اوکراین در راه برآمدن به یورو پرتغالیا را هم در پس خویش مانده بود. در گروه دی باشد بازی نخست سنه 13 ایون شده گذشت که آنجا منتخب انگلیا توانست در ومبلی بزرگ انتقام دیر انتظاری خویش را از برای شکست در سال 2008 از خروات‌ها بگیرد و در این کار برایشان گل یگانه استرلینگ و عمل نتیجه بخش کالوین فیلیپس سببگار شد. دومین بازی همین گروه در ورزشگاه همدن پارک گلاسگو
بین منتخب‌های شاتلند و چخیا باشد. جالب‌ترین گل مسابقات را در اجرای پاتریک شیک از نیمه میدان با همگان اهدا نمود. محض 2 گل به جواب چخ‌ها از جانب پاتریک شیک در دقیقه‌های 42 و 52 شاتلندی‌ها را در زمینشان سرافکنده کرد. سنه 14 ایون همچنین بازی نخستی گروه ای در شهر سنت پتربورگ میان دستای پولشا و اسلواکیا دایر شد که اینجا اسلواک‌ها در حساب پیشتاز شده. پس آن با استفاده از کارت سرخ کرخویک دومین گل خویش را وارد دروازه شسنی نموده سزاوار پیروزی شگفت‌انگیز شدند. لحظه های نظررس این بازی ناکامی نوبتی شسنی و بدبختی دوباره لواندوفسکی بدون پیراهن باواریا می باشد. دومین رقابت همین گروه باشد در ورزشگاه لاکارتوخه سویلیا سنه 15 ایون اسپانی‌ها و شوئدها را به هم آورد. اینجا اگر خلاصه برآوری کنیم منتخب اسپانیا بازی جالب هجومکار نشان داد، اما به دسته انریکه حالت‌های واقعی گلزنی کمبود شدند که این همه از قهرمانی‌های شوئدهای علاهیده برمی‌آید. امکانیت‌های اولین درجه بهر کامیابی‌های پردرخش در همین یورو هر دوی دسته‌ها در اختیار دارند و گروه ای از این بعد به مقام جالبترین گروه از لحاظ بازی پس از گروه F مدعی خواهد بود. خود بازی بین منتخب‌های اسپانیا و شوئدیا باشد با نتیجه 0-0 و چون نخستین مساوی بدون یگان گل در یورو 2020 انجام یافت. اولین بازی‌های آخرین گروه یورو 2020 که البته از پرقوت‌ترین منتخب‌ها را سرجم کرده است، برآمد قهرمان فعلی اروپا و جهان را به مخلصان سرتاسری فوتبالی عطا کرد. در گروه F نخستین بازی سنه 15 ایون در ورزشگاه فرانس پوشکش آرنا بین منتخب‌های پرتغال و ونگریا شده گذشت که در این رقابت دسته زیر پیشروی رونالدو در دقیقه‌های اخیر 3 گل به جواب زد و خود کریستیانو عنوان بهترین حمله‌ور این مسابقات را با 11 گل و پس از زدن 2 گل در این بازی به نامش اختصاص داد. رقابتی سرسخت میان فرانسه و آلمانیا که از یک جانب مبارزه از برای زمین‌های الزاس و لاتارینگیا را به یاد می‌آورد در آرنا میونخن جریان گرفته و مثال نتیجه جنگ دوم جهانی با شکست آلمانیا انجام یافت. خود گل ماتس هوملز از گل یگانه بازی بوده. 3 گل پرتغالیا باشد دسته فرناندو سانتوش را عین حال صدرنشینی جدول کرده است. بازی‌های دور دوم مرحله گروهی باشند که از ورزشگاه سنت پتربورگ آغاز شده. ما از این بعد همواره برایتان از جالبیت‌های خاصه یورو خواهیم گفت. روزنامه یورو 2020 بود و با شما بودم من ایمانبک شادبکزاد. خیر.